سلام گویز، چطوری؟ سامکرسته هستم. به ویدیو خیلی خوش اومدید. آقا امروز قراره که بریم سراغ ویدیو جدید که در مورد چالش تغییر و تعمیر هستش. یعنی آقا جدیدترین چالشی که تا الان توی اینستاگرام هستش، مخصوصا با این آهنگ. و قراره که این ویدیو رو ببینیم و اینم بهتون بگم که آقا ویدیو قبلی منو یعنی کلا ترکوندید. یعنی شاید براتون مثلا بازدیش کم باشه، زیاد باشه، ولی برای من کلا ترکوندید. آقا از لایکاش نگم براتون، مخصوصا از کامنتاش که این آقا ناموسن بهتون میگم، اینم آیدیش اینم کامنتاش، آقا یعنی کلا ترکوند. به خدا میگم انرژی که این آقا بهم داد کلا بهتون میگم، یعنی خودم به خودم نداده بودم. انرژی من مثبت 100%. خیلی ازتون ممنونم، خیلی عشقی. و آقا هیچی باقی نمیمونه، میریم سراغ این ویدیوها. تا اینکه ویدیو همراه باشید، بلکه ویدیو گذار کرده و زمانی باقی شد نری حتما بزنید. نمیخواد کمک میکنید، نمیخواد انرژی بده تا ویدیو جدیدی براتون آپلود کنم. میریم سراغ ویدیو، لیتس گو. نوشته که اینجا نوشته که تغییر یا تعمیر. خب میبینیم چقدر گوگلیه، به خدا میگم چقدر گوگلی. پشمام 10400 فکر کنم. و میخواستم که مثلا یکم بزرگتر باشه، مثلا 90 باشه یا 80 باشه مثلا، تا به الان یکم مثلا بزرگتر شده باشه، ولی الانم خیلی عالیه، به خدا خیلی به خودش میرسه، عالیه، پرفکت، یعنی پرفکت. خب از دومین ویدیو اینجا مشاهده میکنید که این خانومه و میگه که آقا با هم میبینیم که ببینیم که چه چیزی برای ما. لحظه اینجا رو نگاه کنید. این چه معجزه الهیه که به ما صورت نمیگیره، یعنی اصلا به روی ما نمیاد. که نگاه این چهرهش رو یه لحظه بنگرید. الان این چطوری شده این؟ واقعا میگم نمیدونم تغییره یا معجزه است. پشمام، یعنی نمیدونم چی بگم، ولی خیلی عالیه، خیلی عالیه. ویدیو بعدی هم با هم مشاهده میکنیم. اینجا هم همین رو نوشته که تایپ من نیستی بای. پشمام، اینو یه لحظه نگاه کنید. این الان به ترکه کلا مثلا چی میگم بهش، یکم تغییر میکنه، یکم مثلا به این شباهت داشته باشه ناموسن. این چطوره شده این چطوری شده این؟ نمیگم مثلا اینجوریه، ولی معجزه الهی شاید باشه، ولی من بیشتر به معجزه پول میبینم. البته ببخشید، من بیشتر به معجزه میبینم. خودتون هم میتونید نظرتون تو کامنت رو بگید، ولی من بیشتر معجزه پول میبینم تا معجزه الهی. ویدیو بعدی ما هم مشاهده میکنید. خیلی خوب بود، این عالی بود. چشو گرفته فکر کنم. خب بعدنش خیلی پشمام، یه لحظه اینجا رو نگاه، فقط بدن رو بنگر، فقط بدن رو. اینقدر خوبه، به خدا اینقدر خوب. پشمام حاجی، اینو میگن تغییر. به خدا این دیگه معجزه، کلا معجزه از دست خودشه که معجزه رو ساخته خودش. این معجزه پول نیست، فکر کنم معجزه خودشه و عالیه. این خیلی عالیه. پشمام، هیکل رو بنگر، یعنی عجب هیکلی برای خودش ساخته. بهت افتخار میکنم، به خدا میگم. امیدوارم که اینجوری هم باشم. من خیلی میخوام تو کار ورزشی این چیزا برم. رکورد من الان برای شنا 50 تا است، یعنی 50 تا شنا اینجوری بیرم، ولی اینجوری بدن کاملا دوست دارم، به خدا عجب بدنیه. بدن نگاه اینو میگم. اون موقع بوکسور هم هست، فکر کنم بوکسوره. اگه اینجا نگاه کنید، فکر کنم بوکسور چیز میزی هستش دیگه. اونجا وقتی که عکس بوکسور نشون میداد شاید شما دیده باشید، ولی اون شاید بدید بوکسور چیزی باشه. اینجا هم نوشته ویدیو بعدی هم نوشته که
مگه چقدر با عکس کارت ملیت فرق داری که نمیشناسنت؟ یعنی نمیشناسنت چطور مثلا فرق داری؟ این عکس کارت ملیشه که خیلی هم خوبه، به خدا صورت خیلی تمیزم داره، عالیه. اینجا چیز خیلی عالیه به نظرم. و ویدیو میبینیم که حجابشه که حتما برداشته. خب این تغییر نیست. اینا من میکنمش معجزه الهی تا پول الهی. پشمون. یعنی نگاه اینو نگاه، مثلا میگیم که 20 سالشه، این چند سالشه؟ من اینو میکنم 19 سال به خدا. یا ولی فقط عکس‌ها رو ببینید. تایپ من استی باید 10 بارم اینو تکرار کرد. قیافه کیری داره این چیه؟ با یه لحظه دوباره بریم. خب تایپ من استی باید خب اینجا فقط این چیه برادر من؟ خانومه دیگه. آره خانومه. این شده نگاه یه لحظه. خب این الان پسر کلا واضحه، ما تو نسل جدید نمیدونیم کدوم پسر کدوم دختره به خدا. این الان چطور این به جای اینکه یه هیکل ورزشی از خودت بسازی اینجور چیزا، از دست این آدم ها ناموسن. آهنگش و جملش با هم فرق میکنه. نوشته که تبریک میگم شما وارد مرحله بعدی شدید. که آقا مرحله بعدی این خانم چیه؟ ربطی به تغییر داره. رقم بعد شما خودش چقدر پرفکته. اینم بهتون میگم که آقا این حجاب داره. الان نگاه کلا حجاب داره. نماز و اینجور چیزا شاید بخونه نخونه نمیدونم، ولی تو این عکس نمیتونیم بگیم که سکسی نیست. البته اینم ببخشید ولی خیلی تو این فازاست. و میخوام بریم سراغ ویدیو بعدی. آقا دیگه دارک نکنید، فقط یه چالش تأخیری میبینیم تمام. چرا باید توضیح بدم؟ مثلا نمیدونم، خودم نمیدونم. نوشته که تایپ من نیستی بای. خب چقدر اینه مثلا میشه تغییر درست کرد. پشمام 14 سالشه. من اگه 14 سالش باشه من بیام دیگه. من بیام یعنی چیز من بیام مثلا عکساتون رو تغییر بدم، یعنی کم کیفیتش رو ببرم بالا. کلا در این زمینه ها تشخیص، یعنی در همین زمینه ها خیلی تخصص دارم. ناموسن عالی پرفکت. یعنی ناخوناش خودم با ناخوناش حال میکنم تا اینکه با اون زیر ها. این چون که 14 سالش بود شاید همسنی من باشه. من 15 اون 14 است. یکم میتونیم رابطه با هم برقرار بکنیم ولی نمیشه، چون که من اصلا معجزه الهی روم ساده نشده. فقط اون چیزا هستن خاک شمن روم ظاهر شده. کلا این معجزه هستش. این نه، این کلا معجزه پول و الهی با هم قاطی کردن. این کلا به وجود اومده. واقعا قلبم گرفت. ویدیو بعدی هم نوشته که نه هیچی ننوشته. ببینیم اینو که می‌نویسن. نوشته که 2010 پشما. این جوون شد یا پیر شد؟ چجوری شد؟ اینو نگاه یه لحظه، اینو نگاه. انگار زن 50 ساله است به خدا. الان مثلا 50 سالشه، مثلا اینجا 60 سال، الان شده 30 سال 20 سال به خدا 20 سال یا خدا 20 ساله. یعنی آدما یه جوری تغییر میکنن خودشون هم میکنن. یعنی کلا ویدیو بعدی نوشته 6 7 که 6 years old،
یعنی تقریبا اول که سال این میشه که 6 سالمه. 6 سالشه. خب 6 سال اینجوری نمیشه فکر کنم 6 سال بعد. پشما این چی بود به خدا؟ این دیگه از معجزه الهی و پولو رد کردی، کلا به معجزه رسیدی که خدا اونو اولین گزینه قرار داده که مثلا اون معجزه‌ای که میخواد رو سرش کنه. نگاه زاویه فکر داشته باش. پشما یعنی پشما ماجی خیلی عالیه خیلی. چقدر اون چیزه. البته ببخشید من اینجور چیزا میگم ولی به خودم اون جوریه دیگه، من چی بگم. خب بچه‌ها تا این ویدیو همراه ما بودید، خیلی ازتون ممنونم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی عالی بودن ویدیوها به نظرم و شما هم امیدوارم که پیشرفت کنید، امیدوارم که هدفی که دارید برسید و مرسی ازتون. تا یه ویدیو بعدی، خدا نگهدار.